مرد میبینه تحریک میشه. خب ما به خانم‌ها توصیه میکنیم خانم‌های محترم، اون 2 بار در هفته‌ای که شما دیگه زمان رابطه است، 3 روز الان 4 روز از رابطه قبلیتون گذشته، الان احساس میکنی هم خودت وقتش هم شوهرت نیاز داره، ولی ممکنه مشغله ها نظاره اون شب رو که احساس به ارتباط میکنی و میخوای میل در مرد ایجاد کنی، یه دامن چاکدار بپوش، دامن چاکدار بپوش که وقتی راه میری پشت پات، پشت زانوی پات رو شوهرت ببینه، تحریک میشه. بعد دامن کوتاه بپوش تا رانه‌های پاتو ببینه شوهرت، تحریک بشه. بعد میای جلوش میشینی، پاتو بنداز رو هم دیگه، روبروش بشین، اولا کنارش نشین، برو روبروش بشین، بعد پاتو بنداز رو هم دیگه، رانه‌های پای شما رو مردت ببینه، تحریک میشه. بعد یکی از نقاط حساس بدن زن که مرد رو تحریک میکنه زیر بغلا و قسمتی از سینه‌های زنه. لذا ما به خانم‌ها میگیم خانم‌های محترم، اون 2 شب رو تاپ بپوش، شما لباسای تحریک کننده بگو، شوهرت ببینه، میل در او ایجاد بشه. آقا طول هفته این کارو بکنیم یا 2 بار در هفته؟ یه اشتباه بزرگی که بعضی از خانم‌ها میکنن، در طول هفته دائم لباسهای تحریک کننده، آرایش‌های غلیظ، این غلطه. چون حس زیبا شناختی مرد از طریق چشش ارضا میشه، دائم زنش اینجوری ببینه اشباع میشه، لذت نمیبره. آب کم جو، من به خانم‌ها میگم خانم‌های محترم، آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. این تشنگی مرد تو حفظ کن. این لباسای تحریک کننده 2 بار در هفته. آراستگی همیشه، لباس تمیز همیشه، موهای شانه زده همیشه، دندانهای مسواک زده همیشه، آراستگی همیشه، ولی آرایش خاص، لباسهای تحریک کننده 2 بار در هفته، همون 2 باری که میخوای به همسرت نزدیک بشی. خانم‌های محترم دقت داشته باشن، اونایی که بدنشون سفیده، لباس زیر مشکی به شدت مرد رو تحریک میکنه. اونایی که بدنشون سفیده، لباس زیر مشکی و بعد اون دامن کوتاه رو پوشیدن یا دامن پوشیدن، به گونه‌ای هستش که این لباس زیرشون دیده میشه برای مردشون، سعی کنن نشون بدن یه جورایی این لباس زیر رو، عمدن به مردشون نشون بدن تا در مرد میل ایجاد بشه. و خانم‌هایی که سبزن یا گندمین، لباس زیر سفید تحریک کننده است برای مرد. آرایش، اون 2 شب خانم‌ها آرایش کنن، رژ لب، رنگ‌های متنوع، ریمل برای مژه‌هاشون، سایه چشم، مدل مو، اینا خیلی خیلی مهمه. بعد لاک روی